دوستای عزیز فکر میکنم که این وضعیت کودکای شهر هرات است. متاسفانه ابراهیم جان چه روز چند جوره پالش میکنی؟ 10 جوره. 10 جوره؟ ها. دمی هوای سرد چیکار کنیم؟ ها. دستات یخ نمیزنه؟ نه. نمک چیست؟ محمد طاهر. طاهر جان پدر چی کار میکنی؟ پدر موتور شده مادر مشی کرده. موتور مادر مخدر؟ مادر دیگه شوهر کرد؟ تو کی سرپرستی میکنی؟ خود کاکا خونم. کاکای سرپرستی میکنه؟ پدرت موتور شد و مادرت هم دیگه شوهر گرفت و تو سر سرک در روی جاده میگردی؟ بله. کسی نیست که کمکت کنه و مکتب نمیخوانی؟ نه. وقتی که بچه‌ای را می‌بینیم به همسن سال خودت لباسای نو میپوشن و شیک میگردن جگرت خون نمیشه؟ یاد من پدرم میاد. روز چند کار میکنی؟ روز 50-60. یاد خیریه قمر به خاطر دستگیری این فرزندان و نونهالان کوچکی وطن کمپاین زمستانی برای انداخته است. شما میتونید از طریق حواله، وسترن یونین، منیگرام و همچنان به صورت آنلاین دونیت کنین و حداقل $80 اگر بیشتر از او توانایی دارین که چی بهتر. ما قرار است که بسته های مواد غذایی را در کنار کمپل و همچنان بخاری و مواد دیگه که ضرورت است در زمستان تقدیم این هموطنان در کابل و سایر ولایات کنیم.